در قرغنتبان در دانشگاه برنامه نوسری خسرو اینجا سپردیم برای کوتا پرزیدنتی در میدونستان. سه دختر اشتراک کردیم. اول سه تاش ولی من زیاد شد. اما با اینجا من خواستم که در دفعه دوم مرتبه مونم. برای دوم بار در شهر دوشنبه در وزارت معارف وزیر جوی در آنجا دوم مرتبه اینجا ما گرفتن و من اقل دادم و دختر بسیار. رئیس دخترش بود یکم بار وای نتونسته که دوم بار وای بگذارم. یکم مرتبه که در نوحیه شما سپریده بودین وای گذشت یکی؟ نوحیه باید سه دختر گذاره بود و یا ولایت میگیره. ولایت نگذاشته بود بعدش پس بود. اگر بالی وزارت با پس بود و با شما کتی وزارت اومد با امتیان سپری؟ نه ممکنه نه که سپری گذشت؟ وای گذشت. یکم بار حق شد نه که من گذاشتم سعودم قطعی بعد نتونستنده گذارنده بعد دوم بار نو حقی کده و گذارند در وزارت جای وزیر سعیدوف نوردین. امتیان کی گرفت؟ امتیان گیرنده یک دکان همون امتیان که همون معلمایی که در قرغنتبه امتیان گرفتن همون با آمده در این وزارت شهر دوشنبه با همون معلمات دیگه ایفت شدگی نبود. شما بعد وزیر با مراجعت کردید؟ مراجعت کردیم همون روز قبول نکرده کس. بعد عریضه نوشتیم و یا خودش گفته که نه قانونی شد گفته گل زدن قانونی نشد غیر قانونی من با اوی همش 5 بارم دیگه چی زندگی جنبستی ده یک بار نشون جنبستی همش 5 بارم دیگه باید اتستات سرخ تیانی باید اتستات سرخ یا اتستات سرخ چیش نیست میگه همی چیش اتستات سرخ معارف با نیست میگه کی میگه دینگه؟ همون نوعیه معارفشون نوعیه معارف دیکتر هم نیست برای کوتا چی میگن؟ برای کوتا که باید گذاشت کتا طرفی باید همه طرفی باید هم در نوعیه شدگی بیم طرفی باید میگه فقط دختری هم یا رئیس ده فقط طرف همینه میگه باهای وایم همش اعلا هست جنبستی؟ اگر وای میدونیست یکم بار قرغنتبه میگذاشت ندونیست خو یکم بار ولی من زیاد شد نوحیه و من المپیاد بعد سر سال المپیاد فنی میشه اشتراک کرده بودم یکم جو اخیر نگرفتم بعد معارف درمانف میگه همون کس گرفته جوی من دوای داد جوی وای دمان وای دویم جو بود من یکم جو وای یکم کرده من دویم جو انا که اهمجا صرف شده بود بعد من کوتا وای من اشتراک کردن نموندنی بود نه که من اشتراک کردم دو بار امتحان در نوحیه گرفت دو بار گرفت دو بارم گذاشتم غلطونده نتونست بعد من روی آمدیم روی و اگر دختر سواد میداشت میگذاشت باز اینا گفتن داره که دوشنبه باید گذاشت چقدر اینقدر بال میگیره یکم بار من امتحان برای نداد یکم بار من نداد رو بعد در رو گفت وقتی که میداره سوال تقسیم شده یه سوال ابجا من ندونم قانونی نشد اگر سواد میداشت قرغنتبه به عمل میگذاشت معارف نوحیه نوسری خسرو سعادت قربانوه وقتی که دادم در پیشش رفته گفته که دخترم گذشت من که بعدش زیاد شد برای چی دستگیری نمیکنی تو ولی کس گفته که اگر یک هفته پیش دادن زمان میومدی من سوال دکتر جوابشو میدادم تیار کردن این معلوم میشه که من وقت کدگیش معلوم و چقدر قدر بال میگیره تماما سوال عادی با جواب دادن نتونست من نمیخواد بال ما نمیدونم اخو باید گرفته داده غیر قانونی 21 چی باش شد ایون با وزارت معارف با در همجا نفر اینجا من گرفت یک من رو نداد بعد در آور سوال تقسیم شد من خیلی راضی نیستم جواب دادید بعد شما همه سوالای وزارت معارف جواب دادم قطعی باید گذارم باید دینی بار قطعی گذاشت دینی بار قطعی یکم بود که نتونید ولی شما چقدر بودین جواب؟ ولی من 7 شد نه که من سعودی خودم قدی چی کنم نه که باید تماما سعودی بعد وقتی که من گفتم کنه همین من بینم کنه همین چقدر بال گرفت مثلا بعد میبینم دیدم که هم که رقم نوشته موندگی و حق کردگیش نیسته خیلی 39 سالشم دیدم بعد دکان نداشتم کشیده گیری گفتی ممکنه تو حق نداری اینو دیدم اگر باید قانونی میشد من که بین چقدر این کار کردم نه تماما من دیدنی نم دکان همش طرفداری باید همین معارفی ما گفته که همین رئیس همین دختر گذاران تو دخترش همین خود کسی گذارانگی همین مقصد همینه
معارف خودش در این قدم گفته که همونو ما یعنی همون فرغانتپه آدموش برده سواب خوراندگی به خریدگی استفاده شد. خیلی سواب نوحیه به همین کار کرده. کسی وادارت بهم دیدی کاستا رو. بعد وقتی که ما شهر دوشنبه همراز امتحان با اومدیم استخدام و یا همش همون سوابای برآمدن. یک جای برآمدن. یک جای ماشین قطی رفتگی نوحیه نصیری خسرا تو دوشنبه یک جای آمده که ماشین قطی با یک جای رفت. مناخش سواب. رئیس دویمی نوحیه نوینش سعید و بزرگگل همون کس وقتی که همین 2 مرتبه اینا ولایت به همین کار کردن بعد دن دوشنبه در وزارت معارف وقتی که اومدن امتحان گرفتن رای دختر گذاشت بعد ما همراهشون جنگ کردیم چون که معارف و رئیس همه طرفی و ما یک جای میبین پست طالبان میداریم برای ما جنگ کردیم که شما این کاراتون به ما میریم شکایت میکنیم غیر قانونی کار کردید و یا خندیده رفتن خندیده گفت که همون سعید و بزرگگل از دست شما هیچ کار نمیگیره پرزیدنت به میریدن شکایت میکنه هیچ کسی ما هیچ کار کرده نمیتونه ما را میگن هیچ که هیچ کار کرده نمیتونه هیچ که هیچ کار کرده نمیتونه اینا هر سنم که غیر قانونی قوت میگیره همین یگان پول دور بمیته برای من هیچ کسی نمیپرسه وزیر به من از شما به زنگ زد که طرفی ژورنالیست همون کس چون رفته گفته که خودش رو کرده نه قانونی شد و یا نتونید استفاده کنه ولی من بیام شد اما اونجا هیچ کسی نمیپرسه برای بهانه کرده اینجا جان بحث کردن بعد من رئیسی گفتم دولت سنگین بودم در نزد یک کس رفتم گفتم که ولی من از اونجا زیاد شد کنید من دستگیری کنید که من خوب در رشته تیپ؟ در دانشگاه تیبی مدینسته در نزد هم کس رفتم چون که من کس رئیسی بود از دانشگاه کردم گفتم که ولی من زیاد شد من خود دستی دادن یک باید کس بود که با اوچد میتون دولت خارجی هستن دولت دولت برآمد شما میشناسید این کسا؟ میشناسم مدرس سعید خالدی گرامی در حقیقت وقتی که ناهیه‌داری پیشنهاد میکرد قبول کودتی که قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اون داوطلبانی که پیشنهاد میکنن ما همون داوطلب رو قبول میکنیم دو مراجعه وقتی که در مرکز ولایت کرمانشاه شهر کرمانشاه قبول کوتا گذاشت داوطلب مذکور با در دوره اول 5 خود را به دست آورد که این برای قبول کردن به دانشگاه طبی تاجیکستان بسنده نیست خودی در موضوعی که من با این دختر هم صحبت شده باشم گفته باشم که این کوت رو من به مادرت میتونم این موضوع عموما وجود نداشت این بحثی نوحیگی است منظور دختر مذکور بگیریسا در آن است که شخص دیگری که 4.5 خون داشت باید در دورای نیگویی اشتراک نمیکرد و تنها این کس اشتراک میکردن چون آزمون اوضاع است اشتراک محدودیت ندارد و با همین مضمون من همگی دور و گازیت نیگویی جواب آماده کردم و با رئیس شورای این گازیت من صحبت تلفنی داشتم و ابراز داوطلبان است که چرا داوطلب دیگر اشتراک کرد و من خیلی بلندتر داشتم تنها من باید اشتراک میکردم در صورت 1 یا 2 نفر بودن با سبب نبودن کوارم گذراندن آزمون امکان ندارد و همزمان محترم وزیر و پروتکل نزد رئیس ولایت است که تمام محدودیت ها برای اشتراک همه داوطلبان در همه اختصاص محدودیت برداشته شده است 10-20 نفر که فرض کنیم از نوحه 5 10 نفر دختر در 2 جا اشتراک کردند این محدودیت برداشته شده بود شفافیت بیشتر را تامین می‌کند خود گرفته دور ایلوبگی آزمون که در حضور وزیر معاون و نمایندگان وزارت معارف با اشتراک نمایندگان حکومت محلی دولتی گذراندند در دستگاه مرکزی وزارت دهنیم خال بود که داوطلب از همین نوحیه پذیرفته شد با خالی بیشترین دعواهای داوطلب ما اساسناک نیست من بسیار توصیه می‌کنم که از برای سرقلب نمودن دانش خود از کورس‌های تئوری نزد دانشگاه دانشگاه استفاده کنید. باز یک چیز دیگر من با سامی روزنامه‌نگاری مطلب رسوندم 4 بار شد از ناحیه تاجیک‌آباد قبول میکنیم یافته نمیتوانیم همون نفری را که به دانشگاه طبی راحت گیرد سبب چیست؟ بسیار سطح دانشی پست دارد اکنون قرار حکومت به تغییرات وارد کرده شدگی است دیگر کم بیزاحت و کم بغل و کوهستان و دوردست از بین برداشته شدگی است اونجا به دختر و پسرهای لیاقتمند آمده است تغییرات وارد شدگی دیگر لیاقتمند آمده است بنابراین برای ما اهمیت ندارد دوستان عزیز ما همون نفری را میگیریم که اقلا از 9 خال بالا چی گیرد دانش داشته باشند
Анакин ин як чиз, чизи дигар аст. Ҳозир як ин духтарам танҳо не. Нафарони зиёд ҳастанд. Медонад ки вай духтар бача ки ҳамтои ҳамин аст, аз ин донотар аст. Ё вай писарча аз ин донотар аст. Таслим намекунад. Ончунон худбин аст ки таслим намекунад. Нашуд ноҳияи ҳамадонира ҳуқуқшиносоша вазорат ба фарёд карда худам қабул карданд. Нашуд дигар идора карда нашуд. ҳолатҳое шуд ки маркази корҳои берун аз маштабиба даъват карда худам иштирок карда қабул карда нафта гузоштанд. Таслим намекунад ки вай аз ин донотар аст. чӣ мегӯяд? мадали вай шакарфурӯш аст, духтари шакарфурӯш гузашта. Шакарфурӯш арвани тоҷикистон нест. бинобар ин ин чиз ҳамин хел аст. ҳозир ду аризаи давогӣ дигарам омадагӣ аст. якта аз ноҳияи ҷиргатор, якта аз ноҳияи ғалат накунам агар аз ноҳияи темурмалӣ. ман саҳар супориш додам аризаи давогӣ ин ду шогирдам даъват мекунед, медиёред, месанҷед. бояд ҳақ ба ҳақдор расад. нафаре ки донишмандтар аст, нафаре ки донотар аст, кӯмак кардан накун гузара биравад дар соҳаи тасдиқ нарамад. Объединенное информационное агентство ФОБА. Господин министр, мой вопрос адресован вам от преподавательницы